نگاری سیناژ ذرت است. این قرارداد امضا خواهد شد. همراه با این قرارداد دیگری امضا خواهد شد به عنوان قرارداد توسعه و انتقال فناوری کود زیستی اختصاصی متحمل به گرما. خواهش میکنم تا دوستان امضا می‌فرمایند یک صلواتی خط بفرمایید ان شاءالله این صلوات منشأ خیر باشه برای این قرارداد بزرگ که بین این دو نهاد امضا خواهد شد. عرض کردم قراردادی امضا میشه بین شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا به نمایندگی آقای دکتر مولوی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به نمایندگی آقای دکتر صادقی. خیلی متشکرم از دوستان. خواهش میکنم قرارداد رو تبادل بفرمایید که به یادگار عکس هم ثبت بشه تا نماینده شرکت بعدی به جایگاه تشریف بیارن. تشریف بفرمایید داخل جایگاه. انشاءالله که منشأ خیر و برکت باشه برای کشور. خیلی متشکرم. من به دلیل سیر وقت چون قول دادیم هر چه زودتر حاضر سالن غذاخوری بشیم و وقت هم محدود هست، اجازه بفرمایید دعوت کنم جناب آقای دکتر آرمین اسکویان تشریف بیارن به جایگاه. قراردادی که منعقد میشه عنوانش هست قرارداد توسعه و انتقال دانش زیستی CDC. آقای دکتر اسکویان تشریف بیارید. آقا خیلی جلویی الان راضی باشه. قرارداد توسعه و انتقال دانش زیستی اصلا نور اینقدر بده. نه نور دانش فنی کود زیستی اکسیژن‌بندی گوگل. دو قرارداد در واقع شرکت کوشه‌پروان زیست فناور با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی امروز منعقد خواهند کرد. من جهت اطلاع اصحاب محترم رسانه و عموم حضار محترم عرض می‌کنم امروز 18 قرارداد فناوری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و 4 تفاهم‌نامه به امضا خواهد رسید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم تشریف بفرمایید شرکت کوشه‌پروان زیست فناور رو تشریف بیارم. قرارداد امضا امروز خواهد شد با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی قرارداد انتقال دانش فنی پرودوکتیک گیاهی انشاءالله در سال بعد قرارداد به صورت رسمی امضا خواهد شد و مبادله. قرارداد انتقال دانش فنی پرودوکتیک گیاهی مبتنی بر سویه‌های فیتوپلزما متحمل به شوری و همچنین قرارداد همکاری پژوهشی استفاده از پرودوکتیک فیتوپلزما جهت افزایش عملکرد دانه روغنی گلرنگ. بعد تشریف بفرمایید. خواهش می‌کنم به بزرگوار رو انشاءالله به مبارکی و میمنت. قرارداد بعدی قرارداد انتقال دانش فنی فرمولاسیون استارتر پنیر است بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت تکژن زیست به نمایندگی سرکار خانم دکتر مریم تاج‌آبادی ابراهیمی. ایشون هم فکر می‌کنم از محصولات پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشجویان ما بوده. خواهش می‌کنم خانم دکتر تشریف بفرمایید. و در واقع امروز قرارداد انتقال دانش فنی فرمولاسیون استارتر پنیر با شرکت تکژن زیست به امضا خواهد رسید. انشاءالله به مبارکی و میمنت و منشأ امور خیری هم برای پژوهشگاه هم برای بخش خصوصی ما باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی، خانم دکتر تاج‌آبادی. بله مبادله بفرمایید قراردادها را انشاءالله به سلامتی و میمنت. تشریف بفرمایید دوستان. نخست فناوری نت خواهش می‌کنم دوستان اسلاید بعدی رو به نمایش بگذارن
ما سندش هم گذاشتیم. عکس این تفاهم‌نامه است. قابل توجه دوستان قرار نیست که تفاهم‌نامه در حد تفاهم‌نامه باقی بمونه. انشاءالله مثل این تفاهم‌نامه به قرارداد منتهی بشه. امروز قرارداد تولید هسته‌های اولیه سالم ارقام باقی بومی هسته‌دار و دانه‌دار با شرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار منعقد میشه به نمایندگی جناب آقای مهندس سید جعفر حسینی. خواهش می‌کنم بفرمایید جناب آقای حسینی عزیز. بله راه رو باز بفرمایید مهندس تشریف بیارن. بفرمایید مهندس. خیلی متشکرم قبول زحمت فرمودید. تشریف بفرمایید آقای مهندس حسینی. تفاهم‌نامه منعقده با شرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار به نمایندگی آقای مهندس جعفر حسینی. موضوع قرارداد تولید هسته‌های اولیه سالم ارقام باقی بومی هسته‌دار و دانه‌دار است. عرض کردم مقدمات این قرارداد از رویداد اول ریخته شد و انشاءالله بقیه تفاهم‌نامه‌ها هم به قرارداد رو به جلسه ظهور بکنیم. بله خواهش می‌کنم مبادله بفرمایید. اگه امکان داره امضای دوم حالا بعد از خیلی متشکرم. تشریف بفرمایید آقای مهندس حسینی رو و انشاءالله که منشأ‌گیری باشید و به نتیجه اصلی برسید. قرارداد بعدی ما قرارداد توسعه و ارتقاء دانش فنی تولید گیاه پرآزارنده هاپلوئید در صورت با روش ویرایش ژنومی است. من دعوت می‌کنم منم که اینو ساخت این اولین نفری که همچین چیزی رو پیشنهاد داد برای نمایش. تشریف بیارید جایگاه. خواهش می‌کنم خبرنگاران عزیزان رو با شرکت ویژن داروخانه قرارداد توسعه و انتقال دانش فنی تولید گیاه پرآزارنده هاپلوئید در خیال با روش ویرایش ژنومی. انشاءالله با مبارکی و میمنت امضا می‌فرماییم و مبادله. یه سلامتی هم خط بفرمایید واسه سلامی هم نصیب محمود باشه اللهم صل علی محمد. تشریف بفرمایید. خواهش می‌کنم. انشاءالله به مبارکی و میمنت. از آقای مهندس عباس علیزاده دعوت می‌کنم به جانب تشریف بیارند نماینده محترم شرکت ستاره آریای اروپایی. بله قراردادی که منعقد شده موضوعش هست قرارداد توسعه و انتقال دانش فنی تولید کمپوست در دستگاه کمپوستر با شرکت ستاره آریا روبین آیلی. بله ملاحظه می‌فرمایید قرارداد توسعه و انتقال دانش فنی تولید کمپوست در دستگاه کمپوستر که فکر می‌کنم از واحد بخش تکنولوژی مدیری پژوهشگاه تکنولوژی کشاورزی باشه که امروز منتقل میشه به شرکت ستاره آریا روبین آیلی. انشاءالله با مبارکی و میمنت. خیلی مبارک باشه. خواهش می‌کنم تشریف بفرمایید. شرکت ستاره آریا روبین آیلی رو انشاءالله که منشأ خیر و برکت هم برای پژوهشگاه و هم برای شرکت و بچه خصوصی باشه. قرارداد بعدی با شرکت وزیر توسعه کشت دانه‌های روغنی هست. بهتره بگیم قراردادهای بعدی 4 قرارداد. من خواهش می‌کنم از آقای مهندس امیر عطایی‌فر نماینده محترم شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی به جایگاه تشریف بیارن برای امضای قرارداد.
قرارداد اول با ایشون امضا میشه قرارداد پروژه سفارشی دستیابی به لاین والد به منظور تولید گلزای هیبریدی. قابل توجه هستش که این قرارداد به همراه 3 قرارداد دیگه در واقع انتقال پیدا میکنه. قرارداد پروژه سفارشی دستیابی به لاین والد به منظور تولید گلزای هیبریدی، قرارداد توسعه و انتقال دانش فنی اصلاح موتوری سویا جهت مقاومت به آفات پروانه‌ای، قرارداد توسعه و انتقال دانش فنی اصلاح موتوری گیاه روغنی براسیکا کریاتا که فکر می‌کنم یک نوع خیالده باشه و همچنین قرارداد آموزش و ارائه مشاوره تخصصی به منظور اصلاح موتوری حوزه معامله و هدف باشه. این 4 قرارداد امروز منعقد و مبادله میشه. به مبارکی و به مددخواهش می‌کنم تشریف بفرمایید. دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر محمد علی سالمی، نماینده محترم شرکت گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیسژن، تشریف بیارند به جایگاه برای امضای قرارداد طراحی و راه‌اندازی پایه‌ای تولید بهبوددهنده رشد گیاهی هیومیک اسید. پیرو قرارداد تولید بهبوددهنده رشد گیاهی هیومیک اسید در نطق 1 این قرارداد امضا میشه. یعنی در مورد اول باز این قرارداد مقدماتش ریخته شده بود و امروز به قرارداد دوم در واقع منجر شد که توسعه و انتقال دانش فنی نامدستگرهای تشخیص آلایندگی هست بین پژوهشگاه تکنولوژی کشاورزی و شرکت گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیسژن. خواهش می‌کنم دوستان ما رو تشریف بفرمایید. انشاءالله به مبارکی و به منت و منشأ اثرات خیر. مبارک باشه. قرارداد بعدی در واقع مشارکت در معرفی ارقام گراسی‌های سرسیر اروپایی جدید است که با مؤسسه بذرالنهاد رضوی منعقد میشه. دعوت می‌کنم از جناب آقای مهندس محمد هاشم‌زاده و یا آقای مهندس حسین نعمتی، هر کدوم تشریف دارن. یکی تشریف بیاره. آقای مهندس هاشم‌زاده و یا آقای مهندس نعمتی. خواهش می‌کنم تشریف بیارید. بله. قرارداد مشارکت در معرفی ارقام جدید گراسی‌های سرسیر اروپایی امروز به انعقاد و امضا خواهد رسید. قرارداد مشارکت و معرفی ارقام جدید گراسی‌های سرسیر اروپایی با مؤسسه بذرالنهاد رضوی. انشاءالله منشأ خیر برای کشور عزیزمون باشه. خواهش می‌کنم دوستان رو تشریف بفرمایید قرارداد مبادله بشه. به مبارکی و منت دعوت می‌کنم از نماینده محترم شرکت توسعه والیدا فراور جناب دکتر علی مرجوی و یا سرکار خانم مهندس فضل آرزوی. آقای دکتر مرجوی. قرارداد توسعه و انتقال دانش فنی سویه‌های پروبیوتیک امضا میشه با شرکت توسعه والیدا فراور و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. جناب آقای دکتر مرجوی درست تلفظ کردم؟ مرجوی نظر. بله، به نمایندگی آقای دکتر مرجوی، نماینده محترم شرکت توسعه والیدا فراور، انشاءالله به مبارکی تبریک عرض می‌کنیم آقای دکتر. تشریف بفرمایید دوستان و قرارداد رو مبادله کنید. انشاءالله به سلامتی 18 قرارداد امروز منعقد شد با بخش خصوصی که در واقع نشون میده که فناوری‌های ما انشاءالله به بخش خصوصی منتقل میشه. اما میرسیم که در واقع امضای تفاهم‌نامه همکاری فیلمنامه اینه. اینجاست. آقای دکتر طاووسی. من دعوت می‌کنم از نماینده بله تشریف بیارن. تفاهم‌نامه مشترک امضا میشه بین آقای دکتر طاووسی، دبیر محترم ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا کشاورزی و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین.
مربوط به شرکت 60 هست. بله، تفاهم همکاری منعقد میشه بین ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان فضا و کشاورزی و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین. انشاءالله به سلامتی و میمونید. خواهش میکنم. بله، دوستان رو تشریف بفرمایید. یک تفاهم خارج از پژوهشگاهی است بین ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان فضا و کشاورزی و شرکت سرمایه‌گذاری عمومی صنایع عمومی تامین. تشریف بفرمایید. خواهش میکنم. مبارک باشه. موضوع تفاهم من دوستان خبری بودن از در واقع مدیران. من خواهش میکنم دکتر خابزی تشریف داشته باشید. موضوع تفاهم من سوال کنم. آیا دکتر سوالی تشریف بیارید؟ تفاهم‌نامه همکاری که مابین ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان فضا و کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منعقد میشه بین آقای دکتر سوالی پژوهشگاه و جناب آقای دکتر خابزی دلیل محترم ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان فضا و کشاورزی که یکی از برگزارکنندگان در واقع رویداد ما هم هستند. خواهش می‌کنم تشکیل بفرمایید مرتبط آقای دکتر خابزی و آقای دکتر سوالی رو. انشاءالله به مبارکی و میمنت. مبارک باشه. تشکیل بفرمایید. بله. خیلی متشکرم جناب دکتر خارجی. من در تفاهم همکاری مشترک بین سازمان دانشگاهی کشور و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. شما به مبارکی خواهش می‌کنم تشریف بفرمایید. نماینده محترم سازمان آموزشی کشاورزی که این قرارداد رو مربوط فرمودن با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی آقای دکتر سوالی تشریف داشته باشید. خواهش می‌کنم نماینده محترم پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی رو تشریف بفرمایید. جناب آقای دکتر سعید جعفری رو. آقای دکتر من خدمت شما خیر مقدم هم عرض می‌کنم. خیلی خوش تشریف آوردید. از آذربایجان شرقی مهمان ما هستند. قرارداد ایجاد، تأسیس و بهره‌برداری مرکز نوآوری مشترک بین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. من خواهش می‌کنم همکار آقای دکتر حجازی رو تشریف بفرمایید. بالاخره فکر می‌کنم بانی قرارداد ایشون بودن. رئیس محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی صنایع غذایی ما در تبریز. بله. قرارداد ایجاد، تأسیس و بهره‌برداری مرکز نوآوری مشترک بین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. من تشکر می‌کنم از آقای دکتر جعفری و نماینده محترم پارک که امروز ما توفیق میزبانی از ایشون رو در این رویداد داریم. قرارداد امضا و مبادله خواهد شد.